دوستان عزیز سلام علیکم 26 اکتبر سال 2025 با مقصد دریافت انارهای بهترین و در تاجیکستان زیاد کردن انار بهترین که ما خلق تاجیک سزاوار خوردن انارهای بهترین هستیم. ما انارها را از هر جا جمع کردم میسنجیم میچشیم میبینیم و شما گپ میزنیم که انار بهترین کدامش است. دیروز با من اکای صحبتلا از طرف کاروان دو انار دادن، گفتن که انارها بدانه است. در خود دوشنبه میسبزن، در تقریبا یک 20 روز در یخدان نگاه کردن، چون که پیش از ایران رفتنی من گفتن، من نگرفتم، در یخدان نگاه کردن و دیروز به من دادن. دو انارش ایران و است ازبکستانی است، دو انارش از همه انار است، انار گروهی انگور و باغ. این برای چی خیلی خوشرو است. ببینید برای که بقینش من از زمستان گذشته من بسیار پارو دادم، اما فسفر کلیش تامین کردم. بعد بیاگومت کلی هست توجکی در سطح سیاه و آب کرده دادم و بهترین گرفتم. و ببینید که این انار نپوسید و نکفید یگان تاش. سببش دورو پوشیدم من 3-4 مرتبه، همین مهنت میکردید میشد است. یک انار دیگر اناری کانی بودم بود، یک تاشو من کنده بیارم، یک دقیقه. اینش اناری قای کنی بودم، قای سرخ کارالevska میگن. این یکی کسل شد پوسید، چون که این با کسلی تیز توباور نبوده است. اکو بینید در مسافه 10 متر این پوسید، این نپوسید. یعنی این انار هست درختایی که با کسلی توباور هست، با کسلی توباور نمی. این پوسید، یک تاشو گرفتم از بالاش پوسیدگی بود. این معقول نشد، چون که دونش سخت تگیدندان خویدن کین. که در آخر ممکن این را هم بریم. این را بریدگی بودم. سر میکنیم بریدنی انارهای ازبکستان رو، بعد میگذاریم با بدونه. خبید بدونه رو ببریم. بسم الله الرحمن الرحیم. انار رو بدونه که در خود دوشنبه میسبزن. این انار تقریبا نیم کیلو هستند. تقریبا نیم کیلویی هستند. زیاد از نیم کیلو زیاد هستند. و میبریم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینو ممکن درونش پوسیده باشد، چون که خیلی شد نگاه داشتن با من. این بهترین بود است که ما حتما از این انار سروغش رو میویم. از استید کنیم من مزهش رو چشته بینم. این رو از خارجی آوردگی بودن، این حالش رو بینه چه خیلی خوش بود. ها این رو باز بدونه گفتن، یعنی نرم دونه. بسم الله الرحمن الرحیم. کنی چشیده بینیم چه خیلیش مزهش. بدونه نرم داره، شیرین، قنبورین. حتما این انار را کوفته افتنی حالش رو مثال میکنم، چون که خلق تاجیکی ما سزاوار خوردن انارها هستن. نبینید یافتیم، ها اناری بهترین رو یافتیم، لیکن افسوس نیحالش رو نیست. این رو نیحالش رو زیاد میکنیم ما امسال. بها 10 پلوس. اینش رو میبریم. اینش هم بدون گفتگی داده بود. اینش به نهایت، اینش یگان از تعریف بیرون. خورید همین انار خورید، از همین انار رو خورید. اینش هم بهترین. بینید اکای صحبتلو انارای شما دادگی، این انار دا گپ نیست، یگان گپ نیست. شما گفتید که نرکنش رو بریده پرتزن. بسیار کاری بزیب کردید ده. ما باید امسال نرکنی و از بخشم گرفتیم. اینو بینید، اینش رو بینید. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. اینش رو من چشم. اینش دویم نواش، چون که پوستشون فرق میکنه. پوستشون فرق کرد. از خارج کشور آورده شده است و در دوشنبه تربیت می شود. هر دوش یک بهترین هایش میبریم. اناری ازبکستان کلانش رو قریب 1 کیلو.
دونه این نظر به دونه نه با مانند دونه یکمش یا که سیاه‌تر حتی سیاه‌تر این 35 سوم بود در بازار اینمی انار یک دونه‌اش هم 1 کیلوگرم 35 سوم در بازاری پیپرزین اگر این 35 سوم باشد این بدون ممکن 40 سوم شود من نبینید ها این فکر میکنم که این دونه‌اش خوش‌تر هرچند که قریبی که هر دوش یک است و شیرینی بدونه این رو میچشیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم اینم نغزو این شیرینو با ترشی هم دارد اینم ترشی هم دارد بزرگیریش زوری نبینید لیکن این نکنیم اگر بزرگ با این زور میشود خدا خواهد من امسال التماس میکنم اکه شوربتلو رو که از همین قلمچه‌اش رو به من 10-15 تا افزایش کرد تا من از این انار زیاد کنم میبرم دیگر اناری ازبکستان رو اینش سرخدانه اینش سرخدانه بوده است اکن مهم که مزه ده ها دونه اکن برای بازار شده میمونه سیپسی و ذوق آدم میکند بازار ده زور نه که اگر سرخدانه با مزه باشد اگر برای خانه فرقش رنگش باشد مهمش با مزه باشد منه وقتی ما این رو میچشیم با شما میگویم که این مزهش چخیل شیرین دونه دونه‌اش متناسباً سخت با دیگر انارها با انار پیشنگی سخت او دو انار پیشنگی که عموما نرم دونه بود این دونه‌اش سخت بسم الله الرحمن الرحیم اکن شیرین دونه‌اش سخت دونه‌اش گزیدن دشوارتر اینجور این بدونه اکی صحبت رو روان کردگی یک بار دیگه با شما نشون تیام اینو ببینید ها اینو ببینید اکی صحبت رو از کجا این انارا یافته تو رحمت با شما انار ایرانی با مانند اما انار ایرانی خوردگیم اناری گروه انگور و باغ انار این انار رو گفتن امونه که پیش خانه ده آفتاب رو هر روز تا ساعت 1 روز میبیند فکر کنید تو بیگه نمیبیند آفتاب به ساعت 2-3 که باید انار گیرد این انار نمیگیرد بیچاره در پشت دیوار است آفتاب از این طرف برآمده اون طرف میشنه های خلاصه گپ بسم الله الرحمن الرحیم کنی بریم شم اینش که بیزیب شد و وایش میبریم من دو تا یا دیگه زپاسم آوردم های این سیاه میشود آخی میگم کو پوستشم خوشو میشود آفتاب نمیبینه یا انار من زمین که نیست در همین پشت دیوار شنوندیم انار من انار خونه من بسم الله الرحمن الرحیم انار گروهی انگور و باغ تکرار میکنم دونش سیاه میشود پوستش هم قرمزی سرخ میشود افسوس صد افسوس که جو نیست جوی نهایت نوبوب دشنوندگی بسم الله الرحمن الرحیم دونه اناری منم سخت‌تر است این برینه ملم‌تر است خورده میشد یک تا گناه دارد بیچاره در سایه تحریرش شد نباشم بخی این چونان من پارو ریختگی چونان دارو غذا دادگی میگوید که آبی شکر دادگی هم قدر شیرین نکی به هر حال جو یکم این است این و این است هم دو اناری که اکی صحبتلو دادن من جوی یکم انا این انار رو ما یافته حتما نهالش رو زیاد میکنیم تمام انار رو میزند اناری کریمی اناری درواز اناری دشت جم گفتن امونا دشت جم کدومی کمتر نیستن که
بیا گفت داشتی جم انار خور گفت با کیف میکنی من داشتی جم رو انار داشتی جم انار داره داشتی جم انار نداره انار داشته باشه میبیورتون من داشتم میبینم میکشم خالد نشون میتونم با وقت میگم انار داشتی جم انار داره ولی میدونم که هیچی نداره بیاره انار داشته باشه مرحمت انام درون عزیز این بود یک نواری از سنجش گذاندن انار بدونه خانه اکای صحبتلو رقمی 10 خال هر دوشم دو نمود آورد به هم تو انا از این زیاد کردیم یکان ایران نمیریم یکان جا نمیریم در خودمون خدا خواهد از این زیاد کنیم و تاجیکستان رو پر از همین انار کنیم و راحت کده خوریم اگر این نواری ما معقول شده باشد یک لایک مونید و فراموش نکنید خاک زمینتون رو از لابراتوری یعنی از سنجشگاه خاکشناسی اینستیتوت خاکشناسی واقع در کیبرزم گذرانید و غذا دهید آنها به شما دستور میتن چه غذا دهید و انارهای شما بهترین انار میشن وقتی که با دستوری اینستیتوت خاکشناسی کار کنید ما امسال انار میفروشیم چهارمغز پیکن میفروشیم چهارمغز چندلر میفروشیم کیوی میبیاریم خدا خواهد سیب و ناک و انار میبیاریم دویم نوار رو تماشا کرده ایستید ما روی خط رو چوب میکنیم شما میبینید که ما چی میفروشیم چی میبیاریم در پانه خدا باشد خدا نگهبان شما باشد